خب من با خواهر دادم جامعه پرهیزگار، محمد مهدی پرهیزگار که برها از قاریان خوب بودن، نوجوان موقع بودن، ایشون تمرین گفتم ممارست باشه برای جای بعدی بتونیم به هر حال مجالس رسمی بود، به هر حال یه تمرین. خیلی هم ترکیه‌ها نسبت به این موضوعات قرآنی و محافل قرآنی استمرار و احتمام دارن. مجالس رسمی داشتن، ولی ما مجلس قبلمون شاید 15000 نفر، مجلس بعدش آنتالیا 20000 نفر در سالن ورزشی مساجد گنجایش استقبال این به هر حال مردم رو نداره. به همین خاطر خیلی عرض میکنم حالا خاطرات دیگه هم هست، اما اینکه با ایشون من کار میکردم، همین سوره ولما برزو مصطفی اسماعیل ولما برزو لجالوت و جنوده. اون دهه خیلی این تلاوت بین زبونها بین حنجره ها تقسیم شد، خوندن، خیلی خوندن. هر عزیزی که می‌خواست مصطفی کار بکنه، من یادم از تو یعنی جلسه مربوطه استاد میگفت آقا همین بقره طارق مصطفی اسماعیل رو شروع کن. نسخه همگانی شده بود. باریکلا. ولی عرض می‌کردم بعد اینی که می‌خوندن، این بغل دستشون، خب بغل دستی که نشسته بود شاید یه خانمی بودن، حجاب هم نداشتن، با بعد من می‌دیدم که هی دقت می‌کنن که ما داریم چی میگیم می‌خونیم، بعد دیدم اشک از صورت این خانومه، مثلا خانوم جاری شد. یعنی همون تمرین شما تأثیرش رو روی ایشون گذاشته بود. بله. حالا ما آروم کار میکردیم که حالا مسافران دیگه به هر حال یه وقت مزاحم حالشون نشه. میگه خاطره بود و